الله تعالى تم توقيع مذكرة تعاون علمي وثقافي بين الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف وجامعة نجف آباد آزادي في إصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شملت هذه المذكرة التعاون والاتفاقية مختلف الجوانب العلمية والبحثية للأساتذة والطلبة، كإقامة المؤتمرات العلمية والبحوث المشتركة وتبادل زيارات الأساتذة وتبادل زيارات الطلبة ومنح للطلبة للدراسة في كلا الجامعتين، ولا سيما الدراسات العليا لخريجي الجامعة الإسلامية في هذه الجامعة العريقة التي لها من التنوع والاختصاصات والحصول على المراتب العليا في الرانكات العالمية كما للجامعة الإسلامية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تفعل هذه الاتفاقية تفعيلا واقعيا لخدمة الأساتذة والطلبة بين البلدين. ابتدا که وارد دانشگاه شدم، چیزی که خیلی قابل توجه بود برای من این که به معنی واقعی یک دانشگاه اسلامی در شهر مذهبی مثل نجف قرار گرفته. خب تنوع رشته ها و علاقه مسئولین دانشگاه در این که بتونن یک روش مناسبی برای توسعه ارتباطی بین دو تا کشور از طریق دو تا دانشگاه ایجاد بکنند. ببینید، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور ایران هست که در حوزه‌های متفاوت اتفاقات خوبی درش افتاده. اولین رویکرد ما در بحث آموزش مشترک است، یعنی بتوانیم از اساتید و انتقال اساتید بین دو تا دانشگاه اتفاق بیفته. برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، سمینارهای تخصصی که بتوند علوم متفاوت رو انتقال بده، مجدداً یکی دیگر از اهدافمونه. در ادامه بحث فناوری هست و بحث قطعات و تجهیزاتی که در توسط فناورها در دانشگاه‌ها داره تولید میشه و میتونه زمینه ساز ایجاد یک بازار ثانویه برای کشور عراق باشه و در نهایت این مسیر باعث میشه که یک انتقال تجربه خوب بین دو تا دانشگاه رخ بده.